20 سال پیش من اینجا گنج پیدا کردم. بیا چی بگم شوکه بشه. اینجا محله ماست. ما 22 سال قبل اینجا زندگی می‌کردیم. پدرم، پدر بزرگم، اونم خونه قبلی ماست. اینجا من دادگاه برگزار می‌کردم هر ماه. من قاضی بودم، خدا محکوم بود. غیر اینکه دام الغور بودم، هر ماه هم میشستم اینجا، حرصمو سر خدا خالی می‌کردم. یه شب من خیلی حالم بد بود. نشستم اینجا، چی از دهنم در اومد، به خدا گفتم خدایا ببخش. به 12 ساعت نرسید زندگیمون رو انگار بمب زدن. خونه‌ای که گره بانک بود، بانک گذاشت مزایده. بابام که برای یه آنژیو ساده رفته بود، رفت تو کما، دکترها گفتن 10% احتمال موندن داره. 4 صبح بود اومدم اینجا، یه دفعه گریه‌ام گرفت، زدم زیر گریه. گفتم خدایا گوه خوردم. ببخشید. از این به بعد هر اتفاقی بیفته، هر چی مقدر بدونی، لال میشم. به جایی که دستمو یه دستی هی می‌بردم بالا، میگفتم چرا من، دو دستمو بردم بالا، گفتم خدا تسلیم به چشمای مادرم قسم، چنان برام ساخت، چنان برام خوشگل چید که ره 100 ساله رو 1 ساله رفتم. زندگیم از پایین‌ترین نقطه شرق جایی که حتی به خوابم هم نمی‌دیدم. الان اومدم بگم گنج اصلی خودشه. اصلا خدا ما آدم‌ها رو آورده به این دنیا که بهمون حال بده، روزی بده. ذاتش بخشنده است. کیف می‌کنه ما قشنگ زندگی کنیم. اگرم تا حالا قشنگ زندگی نکردیم، به خاطر قرقرا و بی‌معرفتی‌هامون خودمون در روزی رو خودمون بستیم، وگرنه خیلی عشق، خیلی